جام‌جهانی 1986 دیگو مارادونا در بازی مقابل انگلستان یکی‌از افسانه‌ای‌ترین گل‌های تاریخی فوتبال را به ثمر رساند. او توپ را از نیمه زمین گرفت و با دریبل کردن بازیکن انگلیسی دروازه‌بان را نیز جا گذاشت و گل دوم آرژانتین را زد. این گل بعدها با عنوان گل قرن شناخته شد. نکته جالبی که داره مارادونا در آن بازی 2 گل زد، یکی با دست که خودش آن را دست خدا نامید و دیگری این گل تاریخی. او در کمتر از 10 ثانیه 60 متر را دوید و 5 بازیکن را دریبل کرد. این گل در نظرسنجی فیفا به عنوان بهترین گل قرن 20 انتخاب شد.